ویروس تاجدار یا خود کرونا ویروس آوازه ویروسی مذکور تمامی مردم کشور را به تهلکه آورده است. مردم از ترس آنکه گویا نرخ مواد عضوقواری بلند می‌گردد آنها را خیلی ذخیره کردند. ما امروز با سوالی تا چه اندازه به آوازه کرونا ویروس باور میکنید از مردم پرسان شدیم. لیکن من به این تماما باوری ندارم. باور ندارم. کرونا ویروس من تاجیکستان آمریکا باوری نیست. من باوری ندارم. در پاکستان وجود ندارد این مسئله. باوری ندارم. وسوسه‌هایی که در تاجیکستان پخش شده است باور کردن از روی عقل نیست. من هیچ وقت باور نمی‌کنم. ما واقعا باوریم نیست. اینجا کرونا ویروس نمیاد. من حاضر همه چیز آمادگی اگه خیلی خاطری نیست که خوشبختانه که کل تاجیکستان اگه مشاهده شده چیه باور نمیکنم که تاجیکستان ما آمادگی باشد. میخوام گپا هستم که من باور نمیکنم. نه باور نمیکنم. نه باور نمیکنم. برای چی؟ خیلی پرستم من بچی هفته داخلش نیست. این بخیتیو دکتر برای مونه. اصلا من باور نمیکنم. نه نه عموما باور ندارم. این از بعضی خلق بی سواد باشد. مقصد همه من میدونم که باور نمیکنند. نمیدونم از بی سوادی بوده که خلاصشون نیست برای هم. باور کردی که شنیده که شما میگوید که اونده کرونا ویروس شاید قزاقستان اساسی بارا صد نمیتیاد. یعنی اینجا تا 1000 سومون میبرد میگوید. ما دوزی میخوریم میگوید. تو زندگی هم خیر. ممکن است همه شبکه اینترنتی باور کرده. باور کرده من خلاص هم نمی‌کنم. همه وایم وافدگی دیکن. همه دروغ اینجا با. همه خطای به ممکن داد اینجا نمیشه. حاضر زمان و حکمرانندگی و خیلی سامانه‌های اینترنتی و دیگر که برندگی همش از پس همون بسیار مردم پول کار میکنن. من ندونم اما وسواس موندگی ده. قیمت میشه گفته ترسیدگی. این دولت نمیموند که کارایشون نشه. ممکن آدمای بی عقل باشد. فکر خودشون نمیکنه که برای ویران کردن ترتیبات باشد. خیلی اون کس گفتگیستی هم میگه پینا درسته. برای همه در تشویش شده میخواد کرد. ندانم پس. اکم فهمیده. این یک نمودی وایمه. شاید آنها واقعا فکر میکنن که کرونا ویروس میاد آنها گرسنه میمونن نمیرن به همین خاطر بدگی است. خودشون احتیاط کنن و یک کردگی دیکن. خاکم نافهمی میشد ام باور مناده اینو دیکن. همدان در کرده بچه‌ها. در وقت جنگ‌های برادری کشورمان پدران مادران ما در نوبت نان بودند و گرسنگی را از سر گذراندند. شاید این چیز از این چیز میترسند و ذخیره میکنند.